یک ساکن 13 ساله جماعت دهاتی رودکی شهر پنجکند هنگام شناوری در رود زرافشان غرق شده است. کمیته حالتهای فوق‌العاده سبب فاجعه را رعایت نشدن قاعده‌های آببازی و بینظارت ماندن نورس میگوید. این حادثه روز 24 سپتامبر سال روان رخ داده است. با دریافت خبر، دسته زودعملی نجات دهندگان کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرجدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در وادی زرافشان به جای حادثه رسید و کارهای جستجویی را به راه ماند. روز اول جستجویی‌ها به نتیجه انجام یافتند و روز دوم ساعت 9 جسد پسر بچه غرق شده پیدا و به مقامات دخلداری شهر سپرده شد، می‌افزاید کمیته حالتهای فوق‌العاده. باید گفت که کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرجدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان پیوسته والدان را خاطررسان می‌کند تا فرزندان نابالغ خود را به نظارت نگذارند. با تاکید این نهاد بخصوص رفتن آنها به ساحل آبها باید حتما با راهنمایی کلان سالان باشد.